سرخط خبرهای مهم: آغاز سنجش صورت و ایزی انگشتان خارجیان در فرودگاه‌های روسیه. مرگ مرموزی یک رسام تاجیک در نیویورک. بحث مشکل پرتاب‌ها در ولایت خاتلون و اتهام نو نسبت راننده تاجیک در پتربورگ. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 31 اکتبر. پلیس آمریکا مرگ مرموزی سابینا خورمدیل زاده 33 ساله تاجیکستان و مؤسس طرح هنری رویو را تحقیق می‌کند. جسد او را روز 29 اکتبر در آسایشگاه در نیویورک یافتند. نمایندگان پلیس به مطبوعات محلی گفتند جسد زنی جوان با آثار زخم زیاد آشکار شد. هرچند تحقیق آغاز یافته است، هنوز هیچ کس بازداشت یا گمانزد نشده است. اویله سابینا در اظهارات مطبوعاتی از جامعه و ساختارهای قدرتی خواستار تحقیق قضیه شدند. در همین حال نشریه بریتانیایی ایندیپندنت با تکیه به پلیس خبر داده است که گمانبر در کشتار مرموز سابینا بعد حادثه به احتمال زیاد خودکشی کرده است. از او توماس گنون نام برده شده است که 56 سال داشته در خانه خود در ایالت پنسیلوانیا خودکشی کرده است. سابینا که با نسب روساس هم معروف بود، سالهای اخیر در منطقه بروکلین نیویورک میزیست. او در دوره طرح اجتماعی رویو با معرفی فرهنگ و هنری آسیای مرکزی معروف بود. سر از 1 دکبر سال روان در فرودگاه‌های مسکو به طور سنجشی گرفتن ایزی انگشت و عکسبرداری مهاجران به راه مانده می شود. در این باره الکساندر گراوی، معاون اولی وزیر کارهای داخلی روسیه، به نشریه کامرسانت خبر داده است. با گفته او به قدگیری ایزی انگشت و صورتگیری در مرز می تواند وارد شدن شخصانی خطرناک را برای روسیه کم کند. بنا به آمار گراوی، سال گذشته و اولی سال 2024 تقریبا 5000 کوشش غیر قانونی عبور مرز با معلومات تغییر یافته آشکار شده است. قبلا مقامات روس گفته بودند که چنین نوآوری از ورود آنهایی که نام و نسبشان را عوض کرده به روسیه میآیند پیشگیری خواهد کرد. طبق قاعده شهروندان خارجی دوام 1 ماه از روز ورود و یا هنگام درخواست پتنت ایزی انگشت سپارده عکس برداری می شدند. مقامات روسیه در حالی از ترتیب نو خبر دادند که مهاجران تاجیک میگویند الکی چند هفته باز از آنها در فرودگاه عکس و ایزی انگشت میگیرند و اخراج میکنند. مشکل پرتاب‌ها در شهر بختر، مرکزی کلانترین ولایت خاتلون، ساکنان را نگران کرده است. ساکنان این مشکل را در دکانه نامیده بارها در شبکه‌های اجتماعی از دیر تازه شدن پرتاب‌ها از نزد خانه‌هایشان شکایت کردند. مقامات شهر مشکل را اعتراف می‌کنند، اما سبب اساسی آن را در کمبودی ماشین‌های مخصوص پرتابکشی ربط می‌دهند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. مراجعت پیوسته ساکنان شهر بختر در شبکه‌های اجتماعی درباره دیر برداشتن پرتاب‌ها از نزد خانه‌ها و تازه و آزاده نبودن کوچه‌ها منتظم نشر می‌شود. ساکنان این مشکلات را درد کهنه می‌نامند. مقامات شهر تنقید ساکنان را می‌بینند و مشکل را اعتراف می‌کنند، اما سبب اساسی آن را در کمبودی ماشین‌های مخصوص پرتابکشی در داخل شهر می‌دانند. ضمن یک عملیات ریاست کارهای داخلی و بخش محیط زیست ولایت خاتلون در شهر بختر معلوم گردید که افلاسی شهر در نتیجه بی اهمیتی بعضی نهادها و مسئولین رخ داده است. پلیس خاتلون در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که علیه برخی افراد برای سهلنگاری در تازگی شهر پرونده‌های مأموری باز شده است. از جمله کمال دادابایف، مدیر باغ به نام رحمان مورچایف، یک گوشه باغ را خودسرانه به پرتابگاه تبدیل داده مدتی دراز تازه نکرده است. همچنین میرزا مراد قوتوف، سرمهندس اداره کمونالی، در برداشتن پرتاب‌ها سهلنگاری کرده است. نظر شخصانی که جریمه پرداخت کردند دسترس نیست و مقدار جریمه نیز ذکر نشده است. اما ساکنان بر اینند که خود مردم نیز باید در تازه نگه داشتن کوچه‌ها و خیابان‌ها مسئولیت داشته باشند. عامل افلاس‌های اصلا همون آدم به تربیت. همین آدم تربیت داشته باشه افلاس هم نمیشه. آدم اگر تربیت داشته باشه کمبودی هم نمیشه. اصلا عامل اساسی اویله میشه. ساکنی دیگری بختر گفت که بسیار وقت کودکان را برای پرتافتن پرتاب‌ها می‌فرستند که آنها پرتاب‌ها را در جای‌های نامناسب می‌گذارند. تا که مردم کلان نه هم کودکاش میته، همین کودکاش میبرن خیلی میپرتوه. آدم کلان این کارو نمیکنه. همین کودکا میکنه. چه آتش برای هم خیلی تربیت دادگیه. اول آتش باید تربیت بده که بچه‌م مثلا همین جایش پرتاب.
مقامات انتظامی افلاسی شهر باختر را به بی‌مسئولیتی برخی افراد ربط می‌دهند، در حالی که ساکنان نظر دیگر دارند. اما دولتعلی سعید رئیس ولایت ختلان از دزدی پول بودجه خبر داده است که باید برای تعمیر ماشین‌های پرتوکشانی استفاده می‌شد. او گفت از 300,000 سامانی که برای تعمیر ماشین‌ها جدا شده بود 70,000 سامانیش را دزدیدند. نسبت راننده تاجیکی که همراه مسافرانش به دریای مویکا سرازیر رفتیده بود پرونده نوی جنایی باز شده است. این شهروند تاجیکستان را که همزمان شناسنامه روسی دارد حالا به تشکیل مهاجرت غیر قانونی و به قید گذاشتن ده‌ها مهاجر در منزل زیستش متهم می‌کنند. رحمت الله قربانوف را دادگاه شهر سنت پتربورگ روز 25 اکتبر برای ویران کردن قاعده‌های حرکت در راه که سبب مرگ چند نفر گردیده بود و 6 سال زندان محکوم کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات دادستانی شهر سنت پتربورگ، قربانوف گویا از ماه اپریل سال 2022 تا ماه می سال 2024 بر عوض مبلغ 46 شهروند خارجی را در قید مهاجرت گذاشته است. نظر قربانوف به این اتهام دسترس نیست، اما در مدافع دادگاهی قبلی قربانوف در شرح صدمه گفته بود که ترمز مسافربر مشکل داشت و از نزدیکان قربانیان معذرت خواست. 29 اکتبر دومای دولتی لایحه قانونی را قبول کرد که مجازات برای تشکیل مهاجرت غیر قانونی را سخت‌تر می‌کند. حالا این جنایت مخصوصاً وزنین بوده از 8 تا 15 سال زندان و یا از 3 تا 5 میلیون روبل جریمه را پیش بینی می‌کند. دادستانی کل گرجستان تحقیق را درباره احتمال تقلب قانونشکنی در انتخابات پارلمانی این کشور را شروع کرده است. انتخابات روز 26 اکتبر گذشت. آرزوی گرجی حزب حاکمی طرفدار روسیه پیروز اعلان شد، ولی پرزیدنت سلام زورابیشویلی و نمایندگان مخالفان انتخابات را آلوده به تقلب خوانده نتیجه ها را نپذیرفتند. مفتشان روز 3 اکتبر رئیس جمهوری گرجستان سلام زورابیشویلی را برای بیانات دادن دعوت کردند. دادستانی کل در اظهارات گفته است همه آنهایی که می توانند درباره تقلب قانون شکنی معلومات داشته باشند در دایره تفتیشات پرسیده خواهند شد. در ادامه وعده شده است که مردم را دوره به دوره از نتیجه تفتیشات خبردار می کنند. بخش یک روز تاریخ را تماشا می کنیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم. با یک قرار انجمن 22 کمیته مرکزی حزب کمونیست جسد یوسف استالین رهبر سابق اتحاد شوروی که بیش از 30 سال سر قدرت بود شب 31 اکتبر به 1 نوامبر سال 1961 در شرایط مخفی از موزله برداشته شده در نزد دیوار کرملین به خاک سپرده شد. جسد استالین از زمانی درگذشتش در سال 1953 در این مقبره نگهداری میشد، ولی بعد فاش شدن کیش شخص پرستی استالین مقامات حزب کمونیست تصمیم گرفتند در آن تنها جسد لنین را نگاه دارند. 31 اکتبر سال 2013 نظام نظارتی شهری به خطر فعال شد و در تمام کوچه و خیابان‌ها دوربین و کامراهای نظارتی به کار درآمدند. هدف اساسی نظارت از بی‌خطری حرکت نقلیات و پیاده‌گردان در راه، تربیت آداب حرکت و پیشگیری از فساد گفته میشد. این نظام یک قطار مشکلات مثل بدرفتاری در کوچه‌های دوشنبه را از بین برد، ولی باز هم مشکلی مثل حضور زیاد کارمندان بازرسی در خیابان‌های مرکزی و گاه چشم‌پوشی مقامات و قانونشکنی‌ها با اشتراک راننده‌های با نفوذ پر از بین نرفت. 31 اکتبر سال 2014 مقامات تاجیکستان از همه شهروندان تقاضا کردند که مطابق به طلبات نوی روسیه در صورت نیت سفر به این کشور به خود شناسنامه خارجی بگیرند. این طلبات از 1 ژانویه سال 2015 در عمل اجرا شد. روسیه سمت اصلی سفر و کار شهروندان تاجیکستان در سالهای استقلالیت گردید. صبح امروز قرب روبل 1 سومانی بالا رفته. بانک ملی 1000 روبل را 110 سومانی مقرر کرده است. 100 یورو 1154 سومانی و 100 دلار 1065 سومانی است.
بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. تا فردا در همین وقت ساعت خدا نگهدار.